حکایت آبرویی که در سراب تست بازیگری ریخته شد. بهمون پیشنهاد بازیگری دادن، گفتن که نمیدونم فیلم سینمایی مجاز میخوایم بسازیم. این قضیه جوانایی که میخواستن هنرپیشه بشن اما سر از ناکجابات در آوردن. کلیپی رو درست کردن و رو در فضای مجازی به هر حال پخش کردن و توضیح شده. به ما گفته بودن هیچ جا پخش نمیشه، فقط واسه شادی خودمون. از روز اول که فهمیدیم گفتیم سر، ولی چی گفت اون آقا؟ گفت نه هیچی نمیشه. ما گفتن که بیاید برای تست بازیگری و ما شما رو جهانی میکنیم. ظرف 2 ساعت شناسایی شدن و بعد از 6 ساعت همگی دستگیر شدن. و ما قول داده بودن این مثلا پخش نشه، هرچی بهش میگفتیم بر نمیداشت، بعدش هم با جواب تلفن نمیداد. بهشون گفتیم چرا این کارو کردی ولی توجه نکردن. جوانای عزیز به هر حال سعی بکنن، تلاش بکنن که مورد اغفال این افراد نارا به هر حال هنرپیشه، خواننده، به هر حال داریم این مسائل رو قرار نگیرن. به من گفتش که اصلا من دارم یه فیلم بلندی میسازم، مجوز گرفتم و اینجا حرفا میزد که دارم فیلم میسازم. سر یه تذکرم به کسانی به که جوان‌ها رو اغفال میکنن. من دارم بهشون تذکر میدم قطع یقین بدین. ببینید زمان و سرعت عمل پلیس در رابطه با کشف و شناسایی افراد بسیار سریع و خیلی کم بود و این کار انجام گرفت. قطعا ما این افراد رو شناسایی میکنیم و باهاشون برخورد میکنیم.